روزی گذشته دилафрӯз Исоева истиқоматкунандаи Вилояти Хатлон با مادر و دو فرزندش به اداره سامانای Pressa.tj آمده از مشکلات وزنین زندگی خود قصه کرد. او 2 سال میشود که از شوهرش جدا شده با مادر و برادرش در یک مسجد کهنه دهشان زندگی میکنند. حق آنها تنها یک حجره می باشد. دилафрӯз میگوید که الیومینی میگرفتم برای یک ماهی صرف کودکانم نمیرسد. مادر دилафрӯз گفت که ما حق نداریم حتی به درختان دست رسانیم چون که از ما نیستند. پسرم باشد 34 سال دارد، یک مرتبه خانه ویران شده است. از سبب خانه نداشتن امان دیگر نمیتواند که زن گیرد. سلام علیکم، من ісоева دилафрӯз 22 ساله، ما از شهر بخترآباد ناحیه اداره گلستان. ما صاحب 2 فرزندم، فرزند کلانی شادروز، فرزند مایدکیم شادمهر. یک 2 ساله، یک دیگرش باشه 1 ساله. کلانیم 2 ساله و 5 ماهه، مایدکیم 1 ساله و 2 ماهه. ایشون جدا شدگیم. اکا میگه زورم در کودکایت نمیرسه. در یک مسجدیم، یک در خونه. پدر ندارم، پدرم مردگی. 2 سال شده ایشون برامدگیم. نگاه نمیکنن. ازشون در ترمه ایرو که کارهای بد کرد ترمه در رفته. ما 2 سال شد در مسجدیم. حسابی که پدرم خونه مون فروخت دیگه در بدر کارخونه به کارخونه گشته ایم. خونه خمون نبود. پدرم مردگی آوردم که در اینجا زندگی کنین شما. مسجد خمونده نداد، یعنی در خونه مسجد زندگی میکنی، مسجد نماز نمیخونه، مسجد کهنگی در بدر نمیدونم چیکار کنم دیگه، در کجا زندگی کنم. اکا میگه زورم نمیرسه در کودکای تو در تا من چیکار کنم؟ کمی خمونه بخورم، کمی کودکای تو را من خودم در یگانجا کار نمیکنم، کودکام مایده آخه چم هم خودش پرسش دیگه نمیتونه کودکام نگاه کنه که من کار دارم. التماس یاردم کنین. دیگه کسی ندارم که یاردم کنه.